سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، دوست همیشه درد دل خود را به دوست خود میگوید، غم درد خود را به دوستی که او دوست یقینه صحبت میکنه. اصحاب پیامبرم محبت به پیامبر داشتن، دوست حقیقی شو که بعد به او سخن کردن، گفتن یا رسول الله، آدم هایی که بای هستن خداوند به آنها ثروت داده است، از این دنیا یک چیزی به خود بردن، مقصد در برابر ما هم نماز خوندن، هم روزه گرفتن، با صدقه زیاد کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک توجه مردم به سوی این میکنه که آیا خداوند برای شما نگردونده است اون سیر صدقه؟ گفتن چگونه؟ گفت این بکل تسبیحت صدقتون، هر جا که تسبیحی که میگه صدقه هست، در هر جا که تسبیحی که میگه سبحان الله که میگه صدقه است. مال تسبیح فقط در درون مسجد میگیم، در بیرون مسجد هم وقتی یک بار سبحان الله میگه این خود صدقه است. و بکل تکبیرت صدقتون، و هر تکبیری که میگه الله اکبر که میگه صدقه است. ما از تکبیر در مسجد میگیم و بیرون از مسجد بگیم ای بای میگیم. و بکل تحمید صدقتون، پیامبر گفت هر کجا که تحمید میگه الحمدلله میگه صدقه است، چی در سر طعام، چی بعد طعام، چی در درون مسجد، در هر کجا که الحمدلله میگه پیامبر گفت صدقه است. و بکل تحلیلت صدقتون، و بعد هر کجا که لا اله الا الله میگه تحلیل میگه صدقه است، که بهترین ذکر این خود لا اله الا الله گفتن است. و امر بالمعروف صدقتون، پیامبر گفت یا ابوذر، حتی امر به معروف میکنی، یک برادر تا میگه قرآن بخون، یا خواهر تا نصیحت میکنی حجاب که، امر به معروف میکنی، همین خود چی است؟ صدقه است. و نهی عن المنکر، و مردم از کار حرام باز میسی، این هم خودش چی است؟ صدقه است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که همین مردم از کار حرام تو باز میستی، همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه چی است؟ صدقه است. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در بر زن چیکار میکنی؟ هم خوابگی میکنی، خود صدقه است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن آیا ما در بر زنامو همین خواب میکنیم، همین خودش صدقه است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بله. گفتن چگونه؟ گفت هر وقت اگر شما همو آب منی خودتون در زن بیگانه بریزونه، آیا زنا به شمار می رود؟ آیا حرام می شود؟ اصحاب گفتن بله یا رسول الله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بالعکس هم همین طور است. اگر گفت آب خودت در زن خودت میریزونی و به زن خودت خانه‌داری میکنی، همین خود صدقه است. نگاه که به انسان با ایمان که شرف ایمان در وجود داره، این حدیث یک بشارت است که هر کجا که تسبیح میگیم صدقه است، هر کجا که تکبیر میگیم صدقه است، هر کجا که تحمید میگیم صدقه است، هر کجا که تهلیل میگیم صدقه است. امری به معروف میکنیم، یک برادر راهنمایی به عملی نیک میکنیم، خود صدقه است. و یک برادر از کار حرام باز میستیم، زینو نکه، عرق نخور، نصیحتش میکنیم از همه کار حرام باز میسته، خود همین صدقه است. در ما و شما یک عادت شده است، اصلا برادر و خواهران که میگن امر به معروف نهی از منکر خاصه یک علماست. نه، بلکه این تا نیست. امر به معروف نهی از منکر خاصه همه مردم مسلمان است. هر کسی که لا اله الا الله میگه باید که این طریقه دعوتی که پیامبر داشت به خود اختیار کند. امر به معروف نهی از منکر فقط این نیست که تو شعر بگوی، قصه بگوی، آیت قرآن حدیث بگوی. یک برادر باز لفظ شیرین همچون برادران نصیحت میکنی، خود صدقه است. فقط اخلاص در کاره. خدا همه ما و شما را بر این صدقه ها موفق بگرداند.